قابل توجه توی بارسایی که خیلی به سگانت مینازی، این سگانه‌ای که میکنی و من یونایتد و اینتر و آژاکس حتی هامبورگ هم بردن. آقا درود به شرفت، به خدا حرفمو یه رالی زد، به قرآن ما هم همینه میگیم حتی اون هامبورگ هم سگانه داره، ولی تویی که ادعای بهترینت میشه نداری. آقا میدونی سگانه واقعی یعنی چی؟ آره بابا میدونم سگانه واقعی یعنی چی. سگانه واقعی از نظر شما یعنی این ستا، مگر نه چیزی ندارید که بخواید بهش بنازید؟ یعنی 3 بار قهرمانی پشت سر هم تو چمپیونز لیگ. یعنی آقا زیدان که با یه دست کت و شلوار 3 بار زد زیر گوش سیل پشت سر هم. فقط یه سوالی، آقام زیدان 3 بار پشت سر هم با یه دست کت و شلوار کدوم زیر گوش داور یا سیل؟ اینا خیلی فرق داره. کاری که حتی هیچ تیمی دوبارش هم نتونسته تو فرمت جدید اروپا بکنه. البته وایسا، خدایی یه تیمی از خیلی خفن تر از این حرفاست. 5 گانه اروپایی داره، 5 بار پشت سر هم قهرمان CL شده. میدونی کدوم تیمو میگم که؟ حتی اونم رئال مادریده. آره به خدا راست میگه، منم شاهدم. دوستان این ویدیویی که داره واسهتون پلی میشه این پنالتیه. این صحنه پنالتی شده. این یه دونه از همون جاماییه که باعث شده اینا به اون 5 گانه اروپایی خیالیشون برسن. آقایون شما دیگه سنتون بالاست، خودتون رو دور نزنید.